دای مار نبینم. بابا ببینم اگه مونده شدیم 5 دقیقه بشتیم با میریم. اینجا خوبه دیگه شب شده. اینجا جا ساییه بیا. نگاه اینجا بیا ماده اینه دنگ قسمت شما نبینه کجی. بابا ببینم میگیم 5 دقیقه بشتیم موندگی ما. 5 دقیقه جو قرار بشینه که وقت مکتب ما خلاص شد. خلاص میشی؟ خب پول مولی هم بیاردیم بخو. کی؟ پول بیارده میتونی بری بدی کن. یاره کجی یک کار کنه خوب یا سبا یا پس سبا خیلی شما قراره که دیگه پولم بیاریم قراره که دیگه خودشون میرم بریزی بریم بر شما بریم آل وقت بریزی عوام تا خوب گرم بفهمیدی بریم خودشون بریزی رفت هیچی تاسا خونه داری کنم از غم تو چی کنم از غم تو شوکور و رسکور رو نمیدونم که ما نبینید داره ما این بسیم هم بگیم خودی ما بریم بریزی دشت و دشت ما جنجال بیندازیم بالم و در بیار باشه عباس که جیه گیلک چه کار خوبی بخیری جانجالا که جیه همین جایی در ساخ ما این نوشته کنی ما این در ساخ نوشته کنیم برو نایه مزایم بشی برو چه کار میکنی اینجا بیار تو برات تو بگش گیلا چاره میگفت گیلا اگر بعدی دیدیم بگو جودی بیای به سراغ همه را پیشی بخوردین گوش نمیمونه گیلک نایاده که برو همه ما یمانم به حوز به کجا به وزی پول داری نه گفتم بلده که تو را آره فقط دو دادم بتونه آی رو ده پوده کی نشون ملکو گیلک اشتمی جانجاره یک اینجا با شما نمیتونین درس بخونین برو گیلک برو شما با مکتب نرفتین درس میخونین اینجا با وقت مکتب مطال نشده در ساخ سایه اخی ما نوشته خود آمال آزان دادن میره ماله برو دیگه من که میرم هر روز مرتکت میگه بیا مفته و بزیکو چری؟ میگه تو بچی خوب غلی مانی آه خوبه دیگه دست نهی بدون اطفال یک کتابچه بده به من هوا میگه مطالعه کنم چند سال درس خوندی که ما این مطالعه کنیم این دامغه به اگه مطالعه کنه نمایش بگو تیر باش بگو نمیره شما برویزی نه برو برو ما درس داریم گیلا کدوم شما مردیم چری؟ یک دایمت ببینیم برو گیلک اگه تو داری با ما بده خاطر مرویزی بکنه خیسیت من گوش نمیشم اوزا کشمیشی کشمیشی کس که چیزی بخور کس که چیزی بخره یک سنجبته خدا بده برو دردی دهن کنو تو بند باشه گیلا اگه لنگ ما دروغ بگه اگه یک روپیه دف کنی ببین کشتام پیدا شه برو بخیر بگی خدا گیلک خوشی میری سیگو چی میگم تو گیلک یک دنی که برار مه برا کجی برا شامت از تو چیزی میپرسن کجی اینو ندیدیم بگونی ندیدم که میفهمم ما مکتب رفتیم ما خوبه نمیگم بدیدم میگم من به طباقچه در ساخو میخونم نه گوی چی بگو ندیدم دیگه ما در ساخ ما نشته کنیم میرم مکتب میریم برو خوبه آفرین خدا حافظ خوشی میری یعنی میری به بگی مفته من هر روز میگذارن حال دایی ندارم من گوشته شد سنجبته بخرم یا کس که تو سال با 12 ما بخور دیگه که هنوزم گوش نیو دیگه پول ندارم من 6 ماه تو رو مگر خوب عباس به غرزم نیه پولی بدی دایی داری بدی گیلک جو بیا یک دقیقه پی خیلی بینی ساو کچه داری پیه داره بده یک کاری که خوب اگه نیدیش تو میدم خوبه آن گیلک هم چانس تو یک دیش میچره خیلی شیری همون تا تو بگفتم هر کی بسر تو بید کجیر شامده کجیر ندیدیم بگونه ندیدم میگم نی ندیدم آفرین برو هیچی نگو خوبه تو دیدی ندیدی میگم عباس گفتن نی ندیدم تو سه نه تو خدایا تو دیگه اشتادم تفکر این دونی کلو نشده اگر دانه یو بام فهمیدم باید پیدا شد سر کلی از دهنال تیار کردی بریم نسکیم بابا بریم خود بکنیم از اینجا کی هم هر کی ببینه دیگه تباخ چی هم بخی کجا بریم خاله بریم یک دیگه شو پیدا کنیم بریم پیدا میشه جمعه تو وخی کجی یک ده ما با بابا وخی کاله به تو کیفی بزن همه جیب بری خوب
سلام علیکم مشتری خیریات چی گفته یار هستین شکر زنده باشی. ما گفتم بعد جمعه رفتین نمی‌دونم چرا خیریاته خیریات ما اون رو گفتم باشه که من برای شما یک چند کلمه گپ بگم همین بچه شما که هست به هفته یک روز دو روز به مکتب نمیآید غیر حاضری میکنه اما هم دو روز تقریبا غیر حاضره ما گفتم که شاید به جمعه رفته باشه من میومدم رخصت خورکو میگیریم دیگه اصلا همین دو روز میشه به مکتب به کل نماده گفتم باشه ما برای شما بگم که چی رقمه باشه یعنی امروز هم نماد دیروز هم نماد چی نه دیروز بیامد پاره روز نماد و امروز هم نماده بود نماده بود بله به مکتب ما که بیامدم نبود ولی استعزیری هم حتی نبود فکر کنیم من برای شما گفتم که شما پیارینین در جریان می بچه خوب باشین باز یکی ای هم نیه وکجیر هم غیر حاضره شامد هم غیر حاضره اینا همه غیر حاضرن اینا نمیایم به مکتب من مجبورم که به پیرا اینا بگم که بچه‌ها خود خبر باشن که صبح اینا فکر نکنن که بچه ما به مکتب میایه صبح به دیگه جا مثلا به یوبزی برام یا مثلا به جای به شوخی و مسخرگی برام صبح از ما گله میکنن پیارینا که می بچه‌ها به مکتب پیش شما بود چریته شد خیر بین معلم صاحب ما رو با خبر کردین خودگه کار خدمت سلامتی شما زنده باشین خیر بین خداحافظ اگر یار مرا دیدی به گوشه بگو کالای نه و خور بپوشه آخ مامان نوروز گیلک جان خود سن جان خیریاتت یار هستی خوبی سعدمندم جان شما جوره یار جان جوره خوبی بچه شما با من دعی بداد شما دعی نمیدی خرج کنم خود بچه میگه دایی داد به تو بچه من کجا بگه به تو دایی داد بچه من کجا بگه به تو دایی داد دم چاش دم کازان میدادم چاشتکی ساعت ها یک کدومه عباس عباس مکتب رفته بیده کو نه مکتب گفتم ما به سر تباخچه بی خودی شامد بیده خود وکجیر خوب هی گفتم ما بیامده کیفا اینام خودی نمیده گفتم ما درس میخونی تباخچه دین اومد گدیون اونجا بیدم به تو دایی دادم دعی دادم گفتم آقا ایتا یک چیزی بو گفتم ما نوروز چی گفت؟ چی گفته؟ کی چی گفته؟ عباس به تو چی گفت؟ عباس و وکجیر گفته که گیلک گفته اگه دایل بگیره کنه یک دم برارام اگه بیامدن به برار ما بیامده اگه هیچی نگی که ما بیامده ما شاید درس میخونیم همین تا گفت؟ خیر بینی اونا مکتب بجستن به تو دایی دادن که چی نگو کیا مکتب جسته؟ وکجیر و عباس و چه؟ فراد اینا مکتب بجستن فراد نه به شامد بده شامد هم گفته بفهمید اینا مکتب بجستن به تو دایی دادن که یعنی به کسی چی نگو همیشه گفتم مالی برون بخور من که به شما بگفتم دایی ببینیم مردگه دایی هم به تو بودم آنه من هر روز میام شیطینی میکنم فقط تو اجا عباس دیدی من بگو دیگه تو چی کرده خوبه بفهمیدی هر روز میام شیطینی میکنه دایی بده اگه هر روز با تباخچه دیدی و وزی دیدی اجا دیدی فقط با من بگو تو چی کرده خوبه چرا مکتب میجم مکتب میجم کی گفت با شما مکتب جسته بله بابا بله من میگم مامان امروز همه عباس دارم بیاین شما اینجا من میگم مامان امروز از شما به من نصیحت از شما به من نصیحت من میگم همه عباس هم باشه مثل پیار خمیت نوال بی سمره باشه بیتر نیه نه باید باشه درس بخونه بله نهنی هم درس بخونده نه شما و نهنی و بی سمری بی سواده مثل درخت بدوری آدم کور بی سواده میفهمی اون باید درس بخونه بیادی شما وقت درس خوندن اینه بیادی شما شیوکول هم هست خیر بینی زنده باشه خدا حافظ خیر بینی هر روز که شیطونی کدن دایی به ما بده هر روز که تو هر جا دیدیم تو یک دایی هم بدون خوبه آی هواگر بکیلیم روز خدا جان آی دل و بب یارو به سوز خدا جان و تعمیدی جنازه هم باشه فاتحه هم باشه تو خوندن خور میکنی خب چکار کن؟ غلام یا برار مسکو بله این بچه که وکجیر بفهمونه این برار شما مدرم از مکتب مندازونه خودی عباس بچه مامان نوروز اینا به مکتب نمیرن برار مرم مکتب مندازونه بچه تو همه کل فساد بزه سر این بچه تو وکجیر آخه من کمی گپ میگم اما هر چی بزه میگم مکتب نرو بیا میگم دوباره جمع کنک بگردی مکتب برم من میگم به مکتب برم خورم مکتب نندازم و زمین ها و باغ و باغچه ها روز خوشم نکنم تو میگه هرچی میگم به مکتب نرو میره بگم بای بره بای نره باب 33 بالای به کبیر
باران نمیره بکه میگم نره و مکتب نره مکتب چی باید بخوره خوال تو بی سواد نهال بی ثمر تو چی شدی که با بچه تو تشویق میکنی که بچه به نره به مکتب و من همین میگم بکه چیزی نشد و بچه هم نشد چی باید بخوره از ما بیتره آشته بیتر قرار نیه که هر کی به یک رو رفت پای به پول تره یا بچه ها دوری رفت یک دیگه هم برد دوری رفت آله برا تو قبل برار خوب بخور بقصه بچه من نشد آله این بچه تو برار مرا من رو پا کار بنداخته خب به بچه که داخته این گروه کار برو من هرچی به دیونه میگم جمعه که میگه ای تو بستان من دیونه هم که خود تو بست میکنم من همین بگو تنه بیننگیر بکن دیگه جا بیننگیر بکن آره خدمت باشه های بچه خود بگو که میشنوی بگو دیگه خودی همیش شامل اصلا ارتباط نگی بچه بگو خب همین بچه من اگه تیو دیدی بری بگو همین پیار تو رو تاشم زمان بکشه که بالا جمع بکن تو مکتب نرگو حداقل خودی من از کمک باشه برو بده هر چی تاشون بدی بگی میگم به مکتب نرو من میگم به مکتب بری میگم نرو